این تمرین قرار شما رو در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای زندگیتون کمک بکنه. سلام، من دریا حراتی هستم و یه تمرینی دارم براتون. برای همه افراد مناسبه، هیچ محدودیتی نداره و به شما کمک میکنه که حالتون بهتر بشه، عزت نفستون یه مقدار بره بالا و بتونین زندگی رو به خودتون یه مقدار راحت‌تر بگیرید. برای انجام این تمرین لازمه که چشماتون رو ببندین، یک جای دراز بکشین و به صدای من گوش کنین. همزمان گام به گام با من پیش برین. لطفاً دراز بکشین و از هندزفری استفاده کنین یا شرایط باید به طور کلی جوری باشه که شما احساس آرامش و امنیت داشته باشین. کسی مزاحمتون نشه، وسط تمرین کسی صداتون نکنه. خودتون میدونین که چجوری این شرایط رو ایجاد بکنین. بعد از اینکه چشمتون رو بستین، لطفاً 3 نفس عمیق بگیرین و هوا رو نگه دارین و بعد خیلی آروم از دهانتون خارج بکنین. این کار کمک میکنه که عضلات بدن شما یک مقدار شل بشن و احساس رهایی داشته باشین، احساس سبکی داشته باشین، به طور کلی آرامش بیشتری داشته باشین. یک مسئله، همینطور که شما دارین این کار انجام میدین، با همدیگه اول یک موضوعی رو مشخص بکنیم. طراح این تمرین من هستم، بنابراین قوانین این تمرین رو هم من میگذارم. قوانین چیا هستن؟ شما قراره وارد یک مهمونی بشین توی ذهنتون و تمام شرکت کنندگان در این مهمونی خود شما هستین در دوره‌های مختلف زندگیتون، در سنین مختلف. یک شرکت کننده اصلی هست که خود شمایی دوباره و تفاوتش با شما اینه که سنش دقیقاً همون شخصیه که هنوز این تمرین رو شروع نکرده بود، یعنی با شما چند دقیقه اختلاف سنی داره. اون روی سن ایستاده و شمایی که همراه با من وارد اون مهمونی میشی نامرئی هستی. هیچ کس نمیبینتت، نمیتونی با کسی صحبت کنی و کسی هم نمیتونه با شما صحبت کنی. مسئله دیگه اینه که تمام اشخاصی که توی این مهمونی شرکت کردن برگرفته از یک بخشی از شخصیت شما هستند که مثبته. هیچ چیز منفی، هیچ چیز ناراحت کننده‌ای، هیچ خاطره ناگواری اونجا وجود نداره. این شرکت کنندگان همگی عاشق شما هستن و به نوعی اومدن که این عشقشون رو دوباره به شما ابراز بکنن و دوباره بهش اعتراف بکنن. هیچ چیز منفی توی ذهن اونا وجود نداره، چرا که از اون بخش مثبت شخصیت و وجود شما به وجود اومدن. حتی اگر یک نفر الان بگه که من تا الان 10 نفر رو به قتل رسوندم، من میگم که آیا شخصی بوده که دلت بخواد به قتل برسونی و این کار انجام نداده باشی؟ به احتمال خیلی زیاد فردی که 10 نفر رو به قتل رسونده میگه بله. 100 نفرم بودن که دوست داشتم بکشمشون، نشد. و تمام منهای دیگه که تو اون شرایط بودن که این فرد دلش میخواست اون اشخاص رو به قتل برسونه اما نرسوند، الان توی مهمونی هستن تا ازش تشکر بکنن بابت انجام ندادن اون کار بد. خب من نهایت مثالی که میشد رو براتون زدم که شما خیالتون راحت بشه که شما لیاقت این مهمونی رو دارین و حتما بخش‌های از وجود شما هستن که میتونن از شما تشکر بکنن. حتی اگر 1000 بار کار بد رو انجام داده باشین، انتخاب بد رو انجام داده باشین، همون یک باری که انجام ندادین، اون من شما توی این مهمونی هست تا از شما تشکر بکنه و اون من به خاطر اینکه شما اون کار رو انجام ندادین سرشار از عشق و محبت. بنابراین خیال آسوده‌ای داشته باشین و این رو هم بدونید که من توی اون مهمونی در کنار شما به عنوان یار کمکی هستم. هر جایی که احساس کردین شرایط از دستتون خارج شد و ذهنتون شروع کرد بازی در آوردن، به من یک نگاه بکنید. من مثل یک ریستارت میمونم. هر لحظه‌ای که شما به من نگاه کنین، مهمونی برمیگرده به اون اول و لحظه ورود شما و همه چیز برمیگرده به سر جای اولش و همه چیز دوباره با آرامش شروع میشه. بنابراین هیچ نگرانی نداشته باشین و با همدیگه شروع کنیم.
حالا که 3 نفس عمیق رو کشیدین و اجازه دادین عضلات بدنتون آرومتر بشه، وارد مهمونی بشین. دقت کنین، به همه جا نگاه کنین. یک مهمونی بسیار با شکوه و مجلل. یک بنای بسیار زیبا، یک بنای کاخ مانند با دیوارهای بلند، با تزئینات بسیار مجلل و زیبا و تمام اون افرادی که اونجا شرکت کردن، تمام اون منهای شما لباسهای بسیار زیبا و سلطنتی به تن دارن. این یک مهمانی سلطنتی درسته و به افتخار وجود شما ترتیب داده شده. تمام اون منها اونجا هستن تا از شما تشکر کنن و عشقشون رو به شما ابراز کنن. اون من اصلی رو نگاه کن، اونی که روی سن ایستاده، اونی که تمام چشمها به اونه، همون خودتو قبل از اینکه این تمرین رو شروع کنی. اون همون بالا وایستاده، لبخند میزنه و با عشق به دیگران نگاه میکنه، چرا که میدونه اونها برای چی اونجا هستن. میدونه که اونها از عشق، از محبت، از نیکی، از صفا و امید ساخته شدن و اومدن این احساسات رو به اون انتقال بدن. چرا که قطعاً لحظات زیادی توی زندگی بوده که شما میتونستی کم بیاری اما کم نیاوردی. میتونستی همه چیز رو تموم کنی اما تموم نکردی. حالا این خودی که با من وارد مهمونی شدیم، که نامرئی هم هستیم، شروع میکنیم توی مهمونی گشتن و همه نگاه میکنیم. از اون منی که شاید 4 سالشه، 5 سالشه، تا اون منی که نمیدونم شما چند سالتونه، ولی خب تا نهایت. یکی هست داره این تمرین رو انجام میده 20 سالشه، یکی هست 40 سالشه، یکی هست 60 سالشه. تمام منهای شما که در گذشته وجود داشتن الان توی این مهمونی شرکت کردن. یادتون باشه یکی دیگه از قوانین مهمونی اینه که من شما در آینده اصلا اونجا وجود نداره. بزرگترین من خود شما هستی قبل از اینکه این تمرین رو شروع کنی. حالا ازت میخوام که بین اون افراد بگردی و به حرفاشون گوش کنی. دقت کن ببین چی میگن. دارن ازت تشکر میکنن، اما چی میگن؟ تشکر میکنن به خاطر تمام دفعاتی که خورد شدی اما دوباره شروع کردی. تشکر میکنن به خاطر تمام دفعاتی که ناامید نشدی. شکست رو قبول کردی. اینکه اون کار اشتباه بوده رو قبول کردی، اما شکست خورده بودن رو نه، قبول نکردی. یک فرد شکست خورده ای و دوباره از راه دیگه، از مسیر دیگه امتحان کردی. اینکه منحرف نشدی، جا نزدی، تلاش کردی، میتونستی بد باشی اما بد نبودی. تمام اینها رو ببین، بشنو و سعی کن که بپذیریشون. میدونی خیلی ها بودن که شاید اگر تو اون شرایط قرار میگرفتن یک کار اشتباه انجام میدادن اما تو ندادی. خیلی ها بودن که شاید دروغ میگفتن، با دروغ کارشون رو پیش میبردن. خیلی ها بودن که شاید خیانت میکردن. خیلی ها بودن که شاید دزدی میکردن. خیلی ها بودن که شاید پاشون میلغزید و تو به خاطر تمام دفعاتی که اشتباه نکردی از خودت داری تشکر میکنی. تمام منها تو ببین. میتونی این ویدیو رو پاز کنی و سعی کنی که اون خاطرات رو بیاری توی ذهنت. ببین که چطوری خود 7 سالت داره ازت تشکر میکنه. ببین که خود 10 سالت، 13 سالت، 18 سالت، 20 سالت در حال تشکر از خودت هستی. ببین به این فکر بکن که درسته که خیلی جاها هم اشتباه کردی، اما این مهمونی تنها در مورد اون دفعاتیه که تو کار درست رو انجام دادی. من طراح این مهمونی هستم و من این قانون رو گذاشتم. توی این مهمونی فقط خوبی ها جا دارن. حتی اگر فقط یک بار کار درست رو انجام داده باشی، حتی اگر فقط یک بار اشتباه نکرده باشی، ازت میخوام که خودت رو ببینی که داری به خاطر همون یک بار
از اون خودت که بالای سن ایستاده تشکر میکنی. گوش کن، بین شرکت کننده ها بچرخ. یکی داره میگه ممنون که وقتی بچه ها اذیتت کردن رها نکردی، تو هم اذیت نکردی. الان ویدیو رو پاس کن و یک خاطر مشابهی در مورد بچه ها، همبازی یا همسالات بیار توی ذهنت. یک باری که یک اشتباهی رو میتونستی انجام بدی اما ندادی، یا یک باری که یک کار خیلی خوب و قشنگ انجام دادی و بعد دوباره ویدیو رو پلی کن. گوش کن و ببین که یکی از منها داره میگه که ممنون که جواب اون تلفن رو ندادی. ویدیو رو پاس کن و یک خاطر مشابهی بیار تو ذهنت. قطعاً یه زمانی بوده که یکی با تو تماس گرفته و تو قدرت خیلی زیادی به خرج دادی که جواب اون تماس رو ندادی. میتونستی گوشی رو برداری و حرفای خیلی ناخوشایندی بزنی. میتونستی گوشی رو برداری و یک رابطه مسموم رو دوباره ادامه بدی. میتونستی گوشی رو برداری و 1001 دروغ بگی. اما پا رو دلت گذاشتی و سعی کردی کار درست رو انجام بدی و جواب ندادی. ویدیو رو پاس کن و یک خاطر مشابه این بیار توی ذهنت و بعد دوباره ویدیو رو پلی کن. گوش کن ببین چطور یک من دیگه داره میگه که ممنون که اون روز با اینکه خسته بودی، با اینکه احساس تنهایی میکردی، اما جواب اون غریبه رو ندادی یا جواب اون آدم آشنای نامناسب رو ندادی و تنها رفتی و تنهاییت رو پذیرفتی و تنهاییت رو در آغوش گرفتی به جای اینکه یک بدن غریبه رو در آغوش بگیری. این کار کمی نیست. میتونی از خودت تشکر کنی به خاطر این رفتارت و میدونی چقدر این رفتار، چقدر این اشتباه رو انجام ندادن روی زندگی تاثیر مثبت گذاشته. همه ما آدم ها به دنبال این هستیم که چه دستاوردهایی توی زندگیمون داشتیم و خیلی کم پیش میاد که به این دقت کنیم که چه اشتباهاتی رو انجام ندادیم و غافلیم از این که انجام ندادن اون اشتباهات چقدر باعث شده که الان ما زندگی بهتری داشته باشیم. ویدیو رو پاس کن و خاطرات مشابهین بیار تو ذهنت و دوباره ویدیو رو پلی کن. گوش کن، یکی داره میگه ممنون که اون روز که احساس کردی تمام دنیا روی سرت خراب شده و دیگه توان ادامه دادن نداشتی، اما ادامه دادی و زندگیت رو تمام نکردی. دقت کن، قدرت خیلی زیادی به خرج دادی، خیلی تلاش کردی که اون بار غم رو، اون احساس شکست رو، اون ناکامی رو بخوای هضمش کنی و ازش بگذری و یکی از منهای تو داره ازت به خاطر این رفتار تشکر میکنه. ویدیو رو اینجا پاس کن و یک خاطر شبیه به این توی ذهنت بیار. ممکنه که خاطرات زیادی توی ذهنت نباشن، اما ایرادی نداره. اگر بتونی یکی یا 2 تا خاطره بیاری، یکی یا 2 تا از منها اونجا وجود داشته باشن که از تو تشکر بکنن، اشکال نداره. بذار اونها تشکر بکنن و بپذیر، احساسشون رو بپذیر، قدر رفتاری که داشتی رو بدون. بذار اون احساس خوب توی وجودت به جریان بیفته. بذار احساس خوب بودن، نیک بودن، اینها هم درون وجودت به جریان بیفته. چرا همیشه باید چیزای منفی رو ببینیم؟ دلیلی نداره، کسی ما رو مجبور نکرده. میتونیم قسمت‌های مثبت رو هم ببینیم و ازت میخوام که این کار رو انجام بدی. به اون فردی که بالای سن ایستاده نگاه کن. اون غرق عشق و محبته به خاطر تمام تشکرهایی که ازش شده و اون خود تو هستی. تویی که داره ازت تشکر میشه، تویی که داره ازت قدردانی میشه. و حالا برو بالای سن در کنار اون فرد قرار بگیر که ازش تشکر شده
و الان دیگه قانون به این صورته، تو دیگه نامرئی نیستی و اون فرد هم از وجود تو آگاهه. حالا خودت رو در آغوش بگیر. میتونی ویدیو رو پاز کنی و هر چقدر که دوست داری خودت رو در آغوش بگیری. به خودت محبت بده، به خودت عشق بده، به خودت گرما بده، به خودت احساس امنیت بده، به خودت احساس ارزشمندی بده. و زمانی که احساس کردی تمام این هیجانات مثبت درون وجودت به جریان افتاده، خیلی آروم چشماتو باز کن. خیلی خوبه. میتونی این تمرین رو بارها و بارها انجام بدی. این تمرین باعث افزایش عزت نفست میشه، باعث میشه که دنیا رو واقعی تر ببینی. اگر که ما فقط چیزای منفی رو نگاه کنیم، کل رو ندیدیم، فقط یک بخشی از کل رو دیدیم. و ذهن ما انسان ها به دلیل یک سری قوانینی که برای بقامون وجود داشته روی چیزای منفی تمرکز میکنه، چون اینطور طراحی شده که ما رو از خطر دور کنه و به همون هشدار بده که تو دردسر نیافتیم. برای همین مسائل منفی رو بهتر نگه میداره که بتونه دوباره اونها رو شناسایی بکنه و همین مسئله باعث میشه که ما نتونیم اونقدر که باید از زندگی لذت ببریم. حالا برای اینکه ما از زندگی بتونیم بیشتر لذت ببریم، دچار افسردگی نشیم، عزت نفسمون خدشه‌دار نشه، اعتماد به نفسمون بیاد بالا، باید بتونیم نقطه‌های مثبت وجود خودمون رو هم ببینیم و براشون ارزش قائل باشیم و اونها رو بپذیریم. این تمرین رو انجام بده و محدودیت هم براش وجود نداره. میتونی هر روز اینو انجام بدی و میتونی به من هم دایرکت بدی یا کامنت بذاری به هم بگی که وقتی که این تمرین رو انجام دادی چه نتیجه‌ای برات داشت. خوشحال میشم که بشنوم که تمرین رو انجام دادین و احساس بهتری پیدا کردین. موفق باشین.